در مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند که در منطقه یگانه ارزیابی کرده می شود، در برابر صنفخانه های مجهز با تکنولوژی های زمان معاصر همزمان دیگر انشاءات یاری رسان به مانند تالار و میدانچه ورزشی، کتابخانه، آشخانه و خوابگاه موجودند که در وقت تعلیم و تربیت از آن پرمحصول استفاده می نمایند. شرایط آنها چگونه اند؟ ما در این باره گزارش می دهیم. تعلیم و تربیت در مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند از ساعت 8 آغاز شده تا ساعت 17 ادامه می‌یابد. برای ترتیب و انتظام و بخطری خوانندگان و آموزگاران، مؤسسه را پاسبانان همیشه نظارت می‌کنند. هر یک نفر که به مکتب می‌آید به قید می‌گیرند و به نزدیک رفتن آنها را معین نموده بعداً اجازت وارد شوی می‌دهند. پس از اتمام درس خوانندگان نیز تنها با امضای شخص مسئول در ورقه مخصوص و نشان دادن آن به پاسبان می‌توانند که از صحن مکتب بیرون شوند. График школы у нас 8-часовой, то есть занятия начинаются в 8 часов утра до 3. Каждый день дети проходят по 9 часов уроков. Конечно же, там есть интервалы. Эти интервалы идут на завтраки, на обеды и на полдник. Далее 1 час дается для подготовки домашнего задания и 1 час включает у нас кружки. Кружки имеют очень большой спектр, около 13 наименований кружков. Они все направлены на творческое развитие детей. То есть там у нас идет пианино, вокал, скрипка, гитара, спортивные кружки, а также предметные кружки тоже. Там еще включены шахматы, кружки по саморазвитию и тому подобному. То есть вся письменная работа, дети ее выполняют в школе во время домашнего задания, то есть им на дом отдается только лишь то, что они должны прочитать, выучить наизусть. پیش از آغاز درس خوانندگان اول به ورزش مشغول می شوند و با خواندن سرود ملی و سرود مکتب وارد صنفخانه می گردند. محصلین همه روزه با 3 محل خوراک‌های گرم و سرغذا تأمین هستند. برای این در آشخانه مکتب تمام شرایط ضروری فراهم آورده شده است. کارمندان و آشپزهای ماهر برای خوانندگان و آموزگاران خوراک‌های سرغذا و خورش و افشاره‌ها آماده می کنند. صفت و ترکیب خوراک‌ها باشد پیوسته از جانب متخصصان سنجیده می شوند که تا کدام اندازه به معیارهای مقرر کردیده جوابگو می باشند. ما در این آشخانه 10 نفر کار میکنیم. هر روز 3 محل خوراک برای خوانندگان آماده میکنیم. خوراک ما خیلی سرغذا می باشد. خوراک سرغذا برای سلامتی و شورنوکی کودکان خیلی فایده بخش می باشد. هر روز متخصصان خوراک ها را از سنجش میگذرانند. غیر از خوراک ما در اینجا نان آماده میکنیم. برای خوانندگان میوگی ها، افشوره ها، هر خیل کمپوت ها تامین می نماییم. در برابر استعمال خوراک‌های سرغذا در اینجا همچنین به تربیت جسمانی خوانندگان نیز اهمیت خاص داده می شود، زیرا که برای دانش خوب گرفتن خوانندگان باید از جهت جسمانی نیز سالم و پرقوت باشند. برای آب جسمانی و به ورزش مشغول شدن در مکتب تالار و میدانچه ورزشی زمانوی بنیاد شده تجهیزات ضروری نصب گردیده است. طوری که متخصصان میگویند خوراک‌های سرغذا و پیوسته به ورزش مشغول شدن امکان می‌دهد که خوانندگان زود درس‌ها را از خود نموده هم از جهت جسمانی و هم از جهت عقلانی رشد نمایند. کتابخانه مکتب نیز کشاد و برهوا بوده. برای به کتابخانه جلب شدن خوانندگان شرایط درجه اعلا و هر گونه محفل ها تشکیل کرده شده است. فوند کتابخانه بیش از 15,000 عدد را تشکیل داده. کتاب های درسی و بدیعی با زبان های تاجیکی، روسی و انگلیسی از داخل و خارج کشور دسترس گردیدند. فوند عمومی کتابخانه زیاده از 15,000 می باشد. از آن قریب 5,000 کتاب‌های بدیعی و بچگانه و زیاده از 10,000 کتاب‌های درسی می باشد. کتاب‌های درسی به زبان روسی و انگلیسی، زبان دولتی و ادبیات تاجیک می خوانند. کتاب‌های بدیعی باشد به زبان روسی، تاجیکی و انگلیسی. هر روز خوانندگان از آن استفاده میبرند. در یک هفته 17 ساعت درس بیبلیوتک به من سپاریدند که یک صنف بچه ها آمده از این کتاب ها استفاده میبرند.
مکتب بین المللی اکسفورد زیر شعار خواننده امروزه لیدر آینده فعالیت میکند. اکسفورد مکتب آرزوها هم برای خوانندگان و هم برای والدین ارزیابی کرده می شود، زیرا که تعلیم و تربیت در این بارگاه علم و معرفت از روی معیارهای بین المللی به راه مانده شده است. مکتب اکسفورد زیر شعار خواننده امروزه لیدر آینده فعالیت میکند. اکسفورد مکتب آرزوها هم برای خوانندگان و هم برای والدین ارزیابی کرده می شود، زیرا که تعلیم و تربیت در این بارگاه علم و معرفت از روی معیارهای بین المللی به راه مانده شده است. رسالت مؤسسه این پیش از همه زمینه گذاشتن برای آماده کردن بهترین متخصصان سطح بین المللی برای رشد و رونق تاجیکستان است، میگوید مؤسس مکتب سید مراد دولتوف. 24-25 سال است که من میگردم دیگه دولتو من ندیده استودیام. مقصد اساسی مثلا تشکیل کردن مکتب اکسفورد همین. من میتونستم که مکتب چه خیلی که پر اینجا گیمنازیوم و لیسه و کشودن هم ارزان هم آسان هم چی نکی وای با میشد очередной مکتب очередной. من نمیخوام که تاجیکستان اومده очередной магазин کشم، очередной رستوران کشم، очередной столовой کنم، очередной магазин لباسایی که там миломойка چی کنم. من میخوام یک چیز نو بسازم که یک نقطه راست نو باشد، نقطه прорыва راست نو باشد. با خود اینتنسیوی کردگیم همین خیلی شد، تپلیسوی کردگیم همین خیلی شد، مکتب همین خیلی. پیشرفت معارف بی‌شبهه برای رشد دولت زمینه میگذارد. وقتی که خوانندگان در مکتب از استادان درجه بین المللی داشته تعلیم و تربیت میگیرند، البته نگاه و تفکرشان به زندگی به طور مثبت دیگر می شود و آنها کوشش میکنند که در آینده همچون کادر بلند اختصاص در این یا آن ساحه تربیت یافته بهره پیشرفت تاجیکستان سهم گذارند. رسالت مکتب بین المللی اکسفورد در شهر خوجند این پیش از همه تربیت کردن کادرهای بلند اختصاص در این یا آن ساحه و به این وسیله سهم گذاشتن در پیشرفت تاجیکستان ارزیابی کرده می شود.